سلام به تمامی فراگیران شرکت آموزشی تالاموس. به اولین قسمت از سری جعبه ابزار خوش اومدید. جایی که قراره با همدیگه ترفندها و تکنیک‌های ساده ولی کاربردی رو برای کامپیوتر یاد بگیریم. قسمت اولمون تمیزکاری مخفی ویندوز با تمپ است. امروز قراره یکی از ساده‌ترین ولی مهمترین کارهایی رو یاد بگیریم که باعث میشه ویندوز سبکتر و سریعتر بشه. اونم فقط با چند کلیک ساده. شاید تا حالا اسم فایل‌های موقت یا همون فایل‌های تمپ به گوشت خورده باشه. این فایل‌ها هنگام اجرای برنامه‌ها، نصب نرم افزارها یا حتی باز کردن فایل‌ها توسط خود ویندوز ساخته میشن. مشکل اینجاست که ویندوز بعد از مدتی این فایل‌ها رو فراموش میکنه و دیگه بهشون نیازی نداره. ولی اونا همچنان روی سیستم باقی میمونن و فضای خیلی زیادی رو پر میکنن. به مرور باعث میشن سیستممون کند بشه، مخصوصا حافظه درایو سی و کامپیوتر ما سرعت پایینتری داشته باشه. خب حالا راه حل چیه؟ ما میخوایم بریم پوشه‌ای به اسم تمپ که محل نگهداری این فایل‌های اضافی است. با حذف محتویات این پوشه سیستم سبکتر و تمیزتر میشه بدون اینکه آسیبی به اطلاعات اصلی شما برسه. و اینکه نگران نباشید، حذف فایل‌های این پوشه هیچ مشکلی برای برنامه‌های نصب شده یا ویندوز ایجاد نمی‌کنه. در ادامه بهتون نشون میدم چطوری میتونی وارد پوشه تمپ بشی و همه اون فایل‌های اضافی رو پاک کنی. اگه آماده اید بزنید بریم. اول دکمه ویندوز و آر رو نگه می‌دارید از روی کیبوردتون. صفحه ران که باز شد، درصد، تمپ و درصد اوکی که بزنید کلی فایل باز میشه. کنترل ای رو میزنید که تمامی فایل های شما سلکت بشن و دکمه شیفت و کلیک رو میزنید. نوشته آیا مطمئنید که میخواید پاک بشه؟ 2021 فایل هست. میزنم یس. فایل ها پاک میشن. بعد یه اروری میده که میگه میخوای این فایل هم پاک شن؟ میگم نه، چون این فایل های مورد نیاز سیستم ما هستن. خودش این هشدار رو به شما میده. خب رفقا، امیدوارم از این آموزش لذت برده باشین و یه چیز جدید یاد گرفته باشین. اگه براتون مفید بود با یه لایک خوشحالم کن و اگه دوست داشتی بیشتر از این محتوا ببینی سابسکرایب کن و زنگوله رو هم بزن تا اولین نفری باشی که آموزش‌های بعدی رو میبینی. و گروه تلگرامی ما رو حتما دنبال کنید. حتما تو کامنت ها بهم بگو که کجای آموزش برات جالبتر بود یا دوست داری دفعه بعدی چی یاد بگیری، چون بازخورد تو انرژی منه. تا ویدیوی بعدی یادگیرنده بمون، چون مغزهایی که توقف نمی‌کنن دنیا رو میسازن. با تالاموس همراه باشین.